داشتم دنبال وسیله میگشتم که یهو یعنی کیه داره زنگ میزنه. الو سلام، حالت چطوره؟ میای بریم مشهد؟ مشهد؟ رسیدیم جلوی راهن، قراره بریم. شما توی ولاگ میبینید تا تهشو، همراه من باشید. الان دیرمون شده و زودتر برسیم به قطار. بریم. داریم میایم ببینیم که قطار فدک خوبه یا نه و یه نظری بریم در مورد این که چجوریه و چه امکاناتی داره، شرایطش چیه و چجوریه. همین. داریم میریم دنبال واگن 10. اومدیم داخل قطار فدک. این دیگه فکر می‌کنم جزو بهترین قطارهای داخل ایران میشه که وجود داره، بهتر از این نیست. و یه سری شرایط امکانات داره که حالا میخوایم ببینیم چی هست. یه پک دادن اینجوری، یه دونه آب اینجا، دو تا موردی که تحویل دادن به آدم و یه دمپایی. حالا یه سری داستانه دیگه هم هستش که چه میدونم مثلا پتو و این سری چیزا هستش که باید باشه دیگه، نباشه که اصلا جای ترجیح داره. من فکر می‌کنم حالا مسواک یا یه سری چیزای خاص همینجوری باشه. چیه؟ خب آها، هنسفری توشه. بعد مسواک داره اینجا، پاشنه کش گذاشتن، چیز عجیبیه و کل دست که بتونی دست رو تمیز بکنی. خیلی عجیب بود. بریم نکات بعدیش. غذا رو آوردم. امتیاز کلی که به این غذا میشه داد شاید نمیدونم، الان مزه‌شو تست نکردم. ببینیم چیه دیگه. داغه ولی خوبیش اینه که داغه و نارگیلم داده، یه چیز نارگیلم داده، معلوم نیست چیه. موس نارگیل. این هم سالاد و به به. میزنیم بریم بعدی. بعد 8 ساعت 9 ساعت فکر کنم 10 ساعت 11 ساعت رسیدیم و الان بریم یه هتل بگیریم، بریم یه صبحونه بزنیم و از صبحونه برگردیم بیاییم بریم چیکار میکنیم. هر سمت دوباره بشیم میبینیم که چجوریه و نظرمون رو میبینیم در مورد اینکه قطارش چقدر با فدک نسبتش تغییرات داره. حدود 3 روز گذشته، 3-4 روز. امیدوارم حالتون خوب باشه، همچنین یادتون نره لایک و سابسکرایب بزنید. به به، اینم قطار بونریل. محیطش و غذایی که واسه آدم گذاشتن عالیه. اینم که اینجا خودمونیم، عالی. کیفیتش از فدک 100 هیچ جلوتره. یعنی شما اینجا رو ببین، همه چی داره. عالیه، واقعا عالیه. یعنی اگه بون فدک 2، اینجا 10. به به. اینم که از پذیرایی لحظه اولیشون که اومدم و اینو دادم و گفتن که تا 8:30 هم شامو میارن و سرو چایی هم تا چند دقیقه دیگه. به به. همون جوری که میبینید، با اینکه هوشمنده مثلا تاچی و اینا نیست، اما به شدت از اینکه بخوام برای کاربرشون احترام قائل بشن و بتونن یه ویدیوی خوب ببینه کاربر و حوصله‌اش سر نره، فیلمو رو روش داره. بعد آره داشتم میگفتم یه بروزرسانی میخواد که خب حالا تو ایران طبیعیه شما بخوای بروزرسانی کنی، همه چی قدیمیه، اما
اینجا شما میتونید همین الان به اینترنتی که به اینجا وصلید اگه لود بشه 2 hours later. شما میتونید همین الان بشینید اینجا و تمامی چیزهای جدید از داخل همینجا ببینید، مثل جوکر یا سرگیجه شما ایرانی، همه چی میتونید اینجا شما ببینید. و این خوب بودن اینو نشون میده که مثل قطار فدک به شما فقط 4 تا فیلم واسه سال 1970 نمیخواد نشون بده. خب همونطور که تو قطار فدک اومدیم یه کیف نشون دادیم، اینجا هم یه کیف داریم که داره و یه محتویاتی توش داره. قبلش یه چیزی توضیح بدم. قطاری که ما الان سوار شدیم به نام بونریل بودش، اما تمامی دور و یا رو کیف ها نوشته که، حالا اگه دقت کنید نوشته که ایران. حالا نمیدونم داستان چیه، اما تجربه جالبیه. اگه شما میخواین این قطار رو تهیه بکنید حتما یادتون باشه یا ایران یا بونریل اسمیه که میتونید ازش استفاده بکنید تا این قطار رو بگیرید. حالا اگه بخوایم داخل این کیف هم ببینیم، یه دستمال، بعد یه دونه برای واکس برای کفش، یه دونه مسواک و یه خمیردندون کوچولو موچولو که تو جیب جا میشه اینجا گذاشتن که شما بتونید شبتون رو راحت سپری بکنید. همچنین که بغلم که هست دیگه، همچنان ما گفتیم ویدیو و فیلم هم راحت میتونید ببینید و حوصلتون سر نمیره. همچنین یه رستوران هم داره که ادامه میبینیم. فعلا میریم واسه اینکه چایی بیاد. بله خب با حضور عالی چایی آوردن، دم نوشی هم چای رویال، این هم که چایی. به واقعا دیگه تعریف ها رو کردیم دیگه، خودتون میدونید فدک یا بونریل. غذا هم رسید و کوالیتیه غذا. البته من یادم رفت بگیرم، اما کوالیتی این غذایی که داریم میبینیم خیلی بالاتر از کوالیتی اون غذای فدک بود. بودم فکر کنم 4-5 روزه که ما داریم مرغ میخوریم و بعد دیگه با اینکه حالم بد میشد مرغ، با این حال این طعم اینقدر قشنگ و تمیزی داشتش که شما دوست دارید تا تهیشو بخوریم. داریم میریم سمت رستوران، معلوم نیست چقدر رو رستورانش سر بزن به شدت از تمامی رستورانهایی که تو قطعه یکی خفت داره و حتی باید دمشو بخوریم بهتر. ساعتهای 5 صبح بود که رسیدیم و مرسی از قطار بونریل، واقعا خفن بود. واقعا پیشنهاد میکنم، یعنی بونریل میشه فدک نمیشه. و یادتونه لایک و سابسکرایب بکنید. دوستتون دارم. لیتس گو. خب داشتم که قابل توجه مسافرین محترم قطار کوثر به شماره 681 ساعت 17:10 به مقصد تربت ایدری طبس زرن و کرمان. قابل توجه مسافرین محترم قطار جوکار به شماره